ولادت پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین و همچنین ششمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام صادق علیه السلام را برای شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. فقط این دفعه یک شعر می‌خوانم خلاص. هر جای شعر که خوش میاد احتمال چکچکم کنیدم بد میاد. ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرام. ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرام که رخت نور پوشاندن بر تن آسمان ها را. دوره گوهر یک طرف زهرا و حیدر یک طرف، دوره گوهر یک طرف زهرا و حیدر یک طرف، اهل جنت یک طرف، اهل جنت یک طرف، شکل پیمبر یک طرف. خنده تو دلیل وجود عالم اینه، خنده تو دلیل وجود عالم اینه. دعا میشه نصیب هر کس که با حسینه، دعا میشه نصیب هر کس که با حسینه. دست به دل ما را به مرتضی دادی، دست دل ما را به مرتضی دادی. توی همون کس که بزن بها دادی، توی همون کس که دارا شما بسا قرار بگیرن و چون همین که ما هدف بزرگی داریم در آینده هم بتونیم جذب کمک‌های تاجران و سایر دوستان عزیزانی که در سطح با درایت با مهربانی تلاش کنید و اصلاح کنید. افتخار خواهر گرامی ما که شب و روز زحمت میکشن برای مسائل فرهنگی اینجا یک کف جانانه خواهران فاطمه برادران همه کف بزنید به خاطر افتخار خانم دکتر. بازم آفرین، درست تشکر بزنید. بفرمایید. سلام تقدیم همه عزیزان که حضور به همه رساندن. به نام خداوند یکتا برنامه امشب خود آغاز می‌کنیم. اولادای نازنین ما آمادگی بسیار دیره دارن. امیدوار هستم که جلب توجه داشته باشند. فرزندان نازنین ما که زحمت کشیدن و خاطر خواندن سوره ام به زبان عربی و به زبان انگلیسی به افتخاری عزیزا یک کف بلند. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. And now we will sing the English version of Adhan. MashaAllah. Perfect. Just raise your hand. Abu Rahman asked the question. How many prophets? I think that you know the answer. The next question is very easy. Who was the first prophet?
was the first prophet? I really know this because it's so easy. Prophet Adam. Prophet Adam alayhi salam. Good job. And now, it's very easy. Who was the last one? Prophet Muhammad. Prophet Muhammad, peace be upon him. Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah. عزیزان ما این کیک هم برش میزنه، کیک هم نوش جان میکنیم با چایی، بعدا همه رو با خداوند کریم و رحیم بسپاریم و در آینده از خانواده‌های عزیز تقاضا میکنیم که با کمیته فرهنگی بنیاد قادر همکاری بکنید عزیزان. یک هدیه هایی هم در این دارالشباب مثلا موقف داریم که برای اطفال هدیه ها تقدیم میکنیم. انشاءالله شما گشنه شدید و غذا با مادر. خسته نباشی حسن آقا. یادگاری بهتره. آقای احمدی خطا نکنید، آقای جعفری دارم فیلم میگیره. آقای جعفری ها والا دوباره سر خوردن چگیر کردیم. خوبی در صفی آقای کاظمی. دیره کجا کش میکنی؟ میگم یک ذره دیگه هم روز کش میکنم توشتم نمار آنجا دیگه تو مواجه دادم آیی دیگه